بسم الله و الحمد لله و صلوات و سلام علی رسول الله. اما بعد، در مورد هدیه گرفتن از کفار و هدیه دادن با کفار یک مسئله است. هدیه دادن با هدیه گرفتن از کفار و مشرکین و همچنین هدیه دادن برای کفار و مشرکین هر دو جایز است، فقط در یک بابت جایز نیست که ان شاء الله بیان میکنیم. هدیه دادن با کفار و مشرکین هدیه روانش میکنی و همچنین هدیه گرفتن از کفار و مشرکین این جایز است. با چه دلیل؟ به دلیل حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم در صحیح بخاری میاد باب قبول هدیه من المشرکین. امام بخاری باب بسته میکنه در مورد اینکه باب قبول کردن هدیه از مشرکین، بابی در مورد اینکه قبول کردن هدیه از مشرکین. و حدیث را میاد که از اون حدیثانی است که و اهدیت للنبی صلی الله علیه و سلم شات فیها سم، برای پیامبر صلی الله علیه و سلم یک بوز هدیه دادن که در او بوز زهر کرده بودن. به هر هدیه بود پیامبر صلی الله علیه و قبول کردن. و همچنین اهدى ملک ایلا لنبی صلی الله علیه و سلم بغلة بیضاء، ملک ایلا برای پیامبر صلی الله علیه و سلم یک قاطیر سفید، قاطیر یک حیوانی است برای سوار شدن، برای پیامبر صلی الله علیه و سلم کردن هدیه دادن. پس هدیه گرفتن از کفار مشرکین در ثابت شد. دوم، هدیه دادن برای کفار و مشرکین به قصد این که تعلیف و ترغیب برای اسلام، یعنی قلب اونها نرم کردن و او را تشویق کردن به سوی اسلام. یه هدیه دادن به کفار و مشرکین میگن که انسان به یک کفار به مشرکین هدیه روان میکنه، به خصوص او مشرک و او کافر از خش اقربش باشد یا اینکه از همسایه‌اش باشد. این خودش یک ترغیب به سوی اسلام است، دعوت به سوی اسلام است. همچنین که عمر رضی الله عنه در صحیح بخاری میاد عمر رضی الله عنه برای برادر مشرکش که در مکه بود یک پر لباس شوکدک روانش کرد، در صحیح بخاری میاد. پس هدیه دادن برای کفار، هدیه گرفتن از کفار و مشرکین جایز است و همچنین هدیه دادن برای کفار و مشرکین به قصد اینکه اونها به اسلام ترغیب یا رغبت پیدا بکنن جایز است. اما جایز نیست هدیه دادن برای کفار در روز عیدهایشان. مسلمان یک مؤمن هدیه بدهد، چی که برادرش باشد چی از خشت تبارک باشد فرق نمیکند، هر کسی از کفار و مشرکین باشد در روز عیدهاشون هدیهش روان بکنی جایز نیست. به خاطر چی؟ به خاطر از همونهای شمرده میشود که گویا که این نفر اقرار دارد ثابت کردن این عید اینها را، صحیح بدن عید اینها را و مشارکت کردن در محفل های اینها را به عید باطلشان. پس هدیه کردن به کفار و مشرکین در روزهای عیدهاشان جایز نیست، اما در روزهای عیدهاشان این خیلی مسئله خطرناک است. همچنان که امام زیعلی در تبیین الحقایق که حنفی است میفرماید که عطا کردن به اسم نوروز و مهرجان جایز نیست، هدیه کردن به اسم عید روز حرام، بلکه میگه کفر است، و همچنین ابو حفص کبیر رحمه الله یک از علمای احناف است میفرماید که لو ان رجلا عبد الله 50 سنه ثم جاء يوم النيروز واهدى لبعض المشركين بيضه يريد به تعظيم ذلك اليوم فقد كفر وحبط عمله العياذ بالله. اگر میگه شخص الله سبحانه و تعالی را 50 سال عبادت کرده است، وقتی که در روز نوروز و نوروز مجوسی است، پس وقتی که در نوروز وقتی که کفر باشد به طور اولاد در سال نو کفر است. چه است؟ کسی که میگه الله سبحانه و تعالی را 50 سال عبادت کرده باشد، سپس در عید نوروز هدیه داد بعضی از مشرکین را یک تخمه و این هدیه کردنش به همین تخم به خاطر تعظیم و عظمت شمردن همین روز بدگر، به خاطر عظمت شمردن همین روز، بزرگ داشتن همین روز، فقط کفر و حبط عمله، این نفر کافر شده و عملش شده و عملش حبط شده است. و حتی هدیه کردن در روز نوروز، در روز سال نو به مسلمان جایز نیست، حرام است. اگر ارادهش تعظیم این روز نباشد حرام است، ولی اگر ارادهش تعظیم و عظمت شمردن این روز باشد، این گرفتن این روزشان به خاطر تعظیم است. و الا اگر تعظیم این روز نباشد تا ساعت 12 میشینی، اگر تعظیم و عظمت روز این روز نباشد بگیم تا ساعت 12 شب میشینید در گرد عشا تا میخورین یا که مثلا شراب نوشن و دیگر چیزها خوشحال میکنن، یا عظمت دونستن این روز است. و الا اگر کسی عظمت و بزرگش نشمارد هیچ وقت تا ساعت 12 نمیشیند. اینهایی که تا ساعت 12 میشینن این عید دوست میدارن، این عید کفار دوست میدارن، به این خاطر به طبق فتوای خود علمای احناف اینها کافر هستند. کسی که به خاطر عظمت دونستن این هدیه بکند ولی چه برسه که جشنش میگیرد، من آخر مسئله خطرناک است. شیخ حسین تیمی رحمه الله میفرماید که و اما قبول الهدیه منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه اوتي بهدیه نیروز فقبلها. شیخ اسلام ابن تیمیه رحمه الله میفرماید که قبول کردن هدیه از کفار و از مشرکین در روزهای عیدهاشان، چون قبلا ذکر کردیم و بیان نمودیم، از علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت است که وقتی که یک هدیه در روز نوروز براشون آوردن اون قبول کردن و همچنین زن از عایشه رضی الله عنها سوال کرد که ما برای ما قوم‌هایی از مجوس هستند و اونها در روزهای عیدهاشان ما را هدیه میکنن، چون کنیم گفت که اما ما ذبح لذلك اليوم فلا تاكلوا. عایشه رضی الله عنها زن اینطور جواب داد که هر آنچه که ذبح میشود به خاطر اون روز او را نخورید، یعنی او را قبول نکنید.
ذبیحه‌شون قبول نکنید، قربانیشون قبول نکنید. وقتی که در روز عیدشون سعی از ذبیحه باشه و نخرش میکرد. ولکن کلوا من اشجاری، ولکن از چیزهای مثل میوگی هاشون، چیزی گوشتی قربانیاشون نیست، از دیگر از این چیزها از اینها استعمال بکنید و استفاده بکنید. خلاصه کرام دوستای الله این است که قبول هدیه از کفار از نصارا در روز عید هاشون جایز است به شرط اول اینکه هدیهشون از ذبیحه کفار نباشد، از چیزی گوشتی و چیزاشون نباشد که به خاطر او عید چون کشتگی هستن از اون نباشد. دوم از اون چیزهایی نباشد که تشبه را بر اونها یاری و کمک میکند در روز عید هاشون، مانند شم، مانند تخم، مانند از اون چیزهای مثل الان سیلوت و خلاپشکه و چیزها از این هدیه ها نباشد، به خاطر این کمک میکنه تشبه کردن به اونها را از این نباشد. سوم اینکه وقتی که اونا قبول میکنی برای فرزندهات چون یه تعلیم بده، یا عقیده ولو البرا بفهمونش که ما اینا قبول کن به خاطر این چیز، تا اینکه مبادا پسرت خطا و اشتباه نفهمه که دیگه محبت کفار در قلبش جایگزین بشه. و چهارم شرطش این است که قبول هدیه به قصد چی باشه؟ به قصد همون میگیم ترغیب به سوی اسلام شو باشه، تألیف قلب ها شو باشه و دعوت به سوی اسلام باشه، نه به خاطر محبت مودت باشه. به خاطر محبت و مودت نباشه که الله سبحانه و تعالی اجازه به شدت بگیم نهی کرده است که لا تجد قوما یؤمنون بالله. ببین وقتی که یک نفر به کفار خوبی میکند یا به کفار خوبی میکنه به خاطر تألیف قلبش، به خاطر رغبت به سوی اسلام که به اسلام بگیم رغبت پیدا بکنه، این معنی نداره که نفر با اون مودت و محبت کرده است، معنی و نداره، بلکه این به خاطر همون ترغیب به سوی اسلام شه، چون که مودت و محبت کبرا انسان جایز نیست، انسان از اسلام خارج میکند. الله سبحانه وتعالى فرمود لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ويؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم واخوانهم. نمیو به قومی رو که ایمان به الله و رسول آخرت دارن دوستی بکنن با کسانی که اونها دشمنی به الله و رسول دارن. اخیر قوم میگن نمیو ای پیامبر، اگرچه که او پدرشون، اگرچه که او کسانی که به الله و رسول دشمنی میکنن، اگرچه او پدرشون باشن یا فرزندهاشون باشن یا که برادرشون باشن یا که خش اقرب و از نزدیکاشون باشن، فرق نداره. یعنی این صفات اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله ذکر میکنند، صفات اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس نیکی کردن با کفار و مشرکین به خاطر دعوت به سوی اسلامشان هیچ باکی ندارد و این از محبت و موالات حساب نمیخورد. و همچنین هدیه‌ای که شما دوستای الله قبول میکنید از کفار و مشرکین هیچ باکی نداره که خودتون استفاده کنید، چه پول باشه یا چیز دیگر، هیچ باکی نداره که شما خودتون و استفاده بکنید که در جای دیگر خیر و صدقه خوش بکنید، هیچ باکی نداره. جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.